عملیات پلیس اسرائیل در مسجد الاقصی بیت المقدس فلسطینیان را به خشم آورد. کشورهای عربی هم این عملکرد ماموران اسرائیل را تنقید کردند. از سوی دیگر حمله ها از غزه به اسرائیل نگرانی ها از اوج گرفتن مناقشه ها را برانگیخت. شاهدان میگویند پلیس اسرائیل عصر چهارشنبه نمازگزاران را لطوکوب کرد و از تیرهای ریزینی هم استفاده برد. مناقشه در ماه رمضان و در آستانه عید فصح یهودیان صورت گرفت. معمولا عرب ها در رمضان شب را در مسجد هم روز می کنند. بر اساس یک تفاهم دیرینه در این منطقه تنها مسلمانان حق عبادت در مسجد الاقصی را دارند، اما یهودیان هم به طور افزاینده در اینجا که آن را حرم شریف می نامند آمده عبادت می کنند. الاقصی سومین محل مقدس برای مسلمانان به حساب می رود و در گذشته هم شاهد مناقشه ها شده است که سال 2021 به جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان در غزه کشید. شب گذشته از غزه به اسرائیل دست کم 9 موشک پرتاب کردند و اسرائیل هم در جواب به یک محل به قول خودش اسلحه سازی حماس ضربه زد. شاهدان میگویند تانک‌های اسرائیلی همچنین به منطقه‌های حماس در قسمت جنوبی نوار غزه شلیک کردند. حزیم قاسم سخنگوی حماس عملکرد ماموران پلیس اسرائیل را تنقید کرد. آنچه که در الاقصی رخ داد حمله نیروهای اسرائیل به نمازگزاران جنایت و نقض تمام قانون و حقوق انسان است و اشغالگران باید به جوابگری کشیده شوند. سازمان صلیب سرخ فلسطینیان میگوید که در الاقصی 12 فلسطینی مجروح شدند. پلیس اسرائیل گفت فلسطینیان آشوبگر مسلح با چوب و سنگ خود را در مسجد محکم کردند و آنها را به عملیات وادار نمودند. 2 افسر پلیس اسرائیل زخمی شدند و 350 نفر را از مسجد بیرون کرده و بازداشت کردند. مناقشه انتقادی سخت کشورهای عربی از جمله اردن و مصر را برانگیخت که سعی دارند با میانجیگری آمریکا تنش‌ها بین فلسطینیان و اسرائیل را کم کنند.